رفتار غیر اخلاقی فرزانه ناز برای وی در دبی دردسرساز شده است. فرزانه ناز چرا دیگر آواز نمیخواند و این همه مصارف وی را در دبی کی میپردازد؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. فرزانه ناز هنرمند افغان که در ابتدا میخواست دختر سینمای افغانستان شود، اما با تشویق سلیم شاهین استادش راه سینما را با هنر موسیقی تبدیل کرد. فرزانه ناز در اوایل کارهای هنری چنان روشن می درخشید که همه فکر میکرد وی به زودی ها نغمه افغانستان می شود، اما دیر نگذشت و رسیدن پای وی به کشورهای همسایه افغانستان مانند ترکیه و دبی، مانند هزاران افغان بدنام دیگر و لج کردن سر و پای خود آغاز کرد. آهسته آهسته با انجام کارهای خلاف رسم و رواج مردم افغانستان از چشم مردم افتید و دیگر آواز نخواند. فرزانه ناز با رابطه گرفتن با پسران ایندی در صنعت فیلمسازی انرا پیدا کرد و در چندین فیلم نقش های کوچک بازی کرد. فرزانه ناز اکنون یگانه راه درآمد خود را در صفحات اجتماعی انتخاب کرده است و همیشه در صفحات مجازی با دیگر چهره های رسانه‌ای لایف می آید و گیم بازی می کند. فرزانه دیگر آواز نمی خواند، چندین بار با پسران ایندی نامزد شد و دوباره فسخ رابطه کرده است. جدیداً نامزد قبلیش فرزانه ناز را اخطار داده است یا دبی را ترک کند. اگر نکند تمامی تصاویر سکسی وی را به صفحات اجتماعی نشر خواهد کرد و فرزانه ناز این کار وی را به پلیس دبی شکایت کرده است و دوباره خواسته به این برود. حالا شما بگویید کارهایی که فرزانه ناز انجام می دهد آیا مناسب شخصیت یک هنرمند افغان است یا خیر؟ نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید تا فرزانه ناز نظریات علاقمندان، طرفداران و بدخواهان خود آگاه شود. این ویدیو را با علاقمندان فرزانه ناز شریک بسازید تا آنها هم در رابطه با کارهای فرزانه ناز آگاهی حاصل کند. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود شریک سازید. سلامتی شما آرزوی ماست. الله نگهدار.